درست داریم یه حالت نادرست داریم. میگیم آقا دانش آموز چه زمانی قبول میشه؟ میگیم یا معلم شروع، یعنی اگر ما یا معلم بعد عمل کنه، بله نکن معلم بعد عمل کنه، درسته، یا اینکه دانش آموز خوب عمل کنه. خیلی جالبه. میفهمی چی میگم؟ بله بله. اگر معلم بعد عمل کنه ما نتیجهش میشه قبولی دانش آموز. اگر دانش آموز خوب عمل بکنه بازم نتیجهش میشه قبولی. پس معلم بد عمل کرد یا اینکه نه دانش آموز خوب عمل کرد، شما قطعاً بگو نتیجه خوبه، یعنی جواب درسته. بله. کی دانش آموز مردود میشه؟ همه چی سر جاش باشه، معلم درست عمل بکنه، دانش آموزم بد نتیجه بگیره، قبوله. موافقی؟ بله. فقط این حالت میشه. اشکالی که نیستش. نه حالا توی گزاره‌های شرطی ما یه اصطلاحی داریم به اسم به انتفاع مقدم. اون داستانش چیه؟ توضیح بدید. به انتفاع مقدم یعنی چی؟ یعنی انتفاع یعنی نفیه. نفی کن مقدم رو. یعنی زمانی که ما مقدممون یعنی معلممون بد عمل کنه، درسته؟ میگه ولش کن دانش آموزو. بله. جواب درسته. قبوله. این معنیش یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا این مقدم انتفاعش یعنی نفیش، درسته؟ بله. نفی این یعنی نقیض این چی میشه؟ میشه جواب درست. قبوله. یعنی به انتفاع مقدم تو جواب درست رو بزن برای کل کار. پس در حالت اگر پی آنگاه کیو ما داشتیم پیمون اگرمون مقدممون مشکل داشت، خب شما به انتفاع این مقدم، انتفاع یعنی نفی کن، یعنی نقیض کن این مقدم رو. نقیض این چی میشه؟ میشه درست. یعنی به انتفاع مقدم کل مجموعه جوابت رو درست در نظر پس بگیر. یعنی میتونیم نتیجه بگیریم که مقدمم نادرسته، کل گزارم درسته. دقیقاً. بله دقیقاً. پس یه جنبندی کوچولو، جناب معلم خب. یا پی یا اگر یا مقدممون اگر مشکل دار باشه به دانش آموز نمره قبولی بده. درسته. اگر دانش آموزمون خوب جواب داد شما باز هم بهش نمره قبولی بده. قبوله. فقط زمانی دانش آموز رو مردود اعلام کن که معلم کارش درست باشه و دانش آموز کارش درست نباشه. در اون صورت دانش آموز رو مردود اعلام کن. اوکی؟ بله. اما بریم سراغ قسمت بعدی. تو دو شرطی ها مثبت منفی رو لحاظ تو دو شرطی ها مثل ضرب میمونه، ضرب علامت ها میمونه. یعنی مثلا تیک رو به عنوان مثبت در نظر بگیرید، ضرب در رو به عنوان چی در نظر بگیرید؟ منفی در نظر بگیرید. بله. اوکی؟ بله بله. خب مثلا میگه پی، مثلا فرض کن اینجا پی حالت دو شرطی کیو، یعنی اگر پی بله. آنگاه کیو و بالعکس. اینو داشته باشیم نگاه بکنید، مثبت در مثبت میشه مثبت، مثبت در منفی منفی در مثبت منفی در منفی میشه مثبت. یعنی مثبت منفی رو این شکلی ضرب بکن به همین سادگی. بله. خب خیلی الان بیایم یه جمع‌بندی بکنیم. 4 تا الگو داریم. آره بریم تو الگوی و که میگه یعنی دو تا بادومو با هم بخور. آره. خب یعنی اینجا میگیم این تلخ باشه خرابه، اون تلخ باشه بازم خرابه، جفتشون تلخ باشن بازم اصلا خرابه. تلخی به بار میاره. متوجه چی میگم؟ فقط باید جفت